رزمنده معروف MMI از ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان چهارشنبه را می توانند از روسیه دیپارتاسیا کنند. چهارشنبه رزمنده معروف MMI از ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان در شهر مسکو برای بدون اجرت رانندگی و سوغورته و با سرعت بلند راندن ماشین در شهر مسکو دستگیر شده است. معلوم می شود که این کار 4.5 ماه پیش 20 ایول روی داده بوده است. Всем ассаламу алейкум. Я хочу обратиться ко всему миру, но в основном к народу Таджикистана. Сколько нам еще терпеть, сколько нам еще закрывать на это глаза, и справедливо ли это? Призываю восстать против несправедливой смерти невинных людей. بنا به اطلاع دریافته تلگرام کانال 112 روز 6 دکبر دادگاه در مسکو پرونده ویران کردن قاعده های بود و باش در روسیه از جانب چهارشنبه را بررسی میکند. بر اساس قانونگذاری روسیه شهروندان خارجی را میتوانند برای حقوق ویرانکنی های مأموری چون ویران کردن قاعده های حرکت در آن نیز از این کشور اخراج کنند.